روز پیرمرد که پسرش در زندان بود نامه نوشت. پسرم، امسال نمی توانم زمین را کلند کنم، چون تو نیستی من هم توانش را ندارم. پسر در جواب نامه نوشت: پدر، حتی فکری کلند کردن زمین را مکن، چون من آن پولهای دزدیده‌ام را آنجا پنهان کردم. پلیس از این نامه پسر با خبر شدند و تمام زمین را کلند کردند، اما چیزی پیدا نکردند. پسر نامه دیگر نوشت: پدر جان، این تنها آن کاری بود که توانستم برایت اجرا کنم. زمین اکنون آماده است. بله عزیزان، در کجای نباشیم، در چی حالی نباشیم، همیشه باید در فکر پدر ارجمند و بزرگ در خدمتشان باشیم.